ها گیلک با خود میخونی. چی بابا؟ بابا ها مادرم گفتا که برو به پیار خود بگو که چیز نه کجا بودی؟ به خونه خاله خود. چه مادرتون همو؟ خب مادرم گفتن که خاله ما مثل که بره به بازار خب چیز میزی میخرم ما چون چی میخرم خرت پرت میخرم. خب انا گفتا مادرم گفتن برو به پیار خود بگو که نه یک 3-4 هزاری بده منه که من برای میت ترمز چینی باب کلمند شیمه میت آتاش خاله چیزی بستونیم ببریم به خورزاده شما به چی هم میمه. حالا این فرصته که پول باشه پیش من پول دارم اماله. بابا جو خیرات نه پیارم خونه نوی خورزاده شما روادار نیم بریو. من روادارم اگه مدشتم امی است که رسم رواج نیه برای گو می بودم. به کی گوی می بودیم؟ من خوارزاده خو. خونه نوی؟ بله اگه رسم رواج نیه امی است که رسم رواج نیه. خونه 4-5 تا گو هم کداریم بابا. میگم رسم رواج نیه. یعنی اگه آدم گوی ببره قبول میکنم اونا؟ خوشتا نمیکنم. میگم قبول میکنم. اینه رسم رواج نیه آله. مدامی فرصت پول نیه با مدر خوب بار روز دیگه بریم بازار. بخی. پس بده که یک زنگی بزنم من یک ذره برم نه بابا کردن و من باشه شلشه. یعنی سردل در بگی که زنگ زی. خب بگیرین دیگه. خود تو زنگ زی برو. بفهم من چی میفهم چی نه الاستی نه نوشته. خب بگیرن. نه جان نداشته جان نمیشه نه. آنم نه زنگ زی. نه آه. بابا کن بالا نمیخزیم. الو نه پیار به میگم اگه من روادار نبودی گردنم بند باشه گوی میبردم حالی ناریم که چیز انا پول نیه ما با یک روز دیگه میریم. خوب میگم اما باشه و دست شما گوشی بابا. مادر میگن که امرو با صبح پس صبح سبورت میشه که ابری سیاد ما پاک برفته پیشینا. برو بگو پروانه نداره خوارزاده منه بیگونه نیه. خوارزاده مادر منه. خوارزاده منه. مادر من میگم خوارزاده چیزه بابا. مادر من میگم خوارزاده منه پروانه داره. خواهد چه دیگه؟ چی دیگه؟ میگم وقتی برای بگو بیا که خمیر پخته کنه که قبر من نونه یا بکن بگو. کی بگم؟ با مادر خب بگو بیا. آنه دیگه میگم این جگاه دیگه مادر من. بگو مادر بگو بیا خمیر پخته کو. نونوا قبر پیار بر بکنده. قبر شما بگم بکنده. قبر ما بکنن اون خریدن. ها اما مرتکک نونوی قبر پیار بر بکنده. نه شما میگین خدا نکنه. پیار من میگم قبر من نونوی کنده. قبر من نونوی بکنده از اون نون بیا نون پخته کو. بابا میگم پیشین میام. با پیشین میای یا؟ خدا حافظ. همون فکر کنین شما مادر بچه بم همین فرصتی که شما وقت بی پولی وقت دربدری که مردم نون خور نداره شما میگین بیا بریم به عمل نبریم 3-4 هزار میگم بخونه نه بابا گردن بند باشه بابا. خب هر روزی که شما پیار ما شدیم که بفهمیدم که شما پیار منیم خب همسایه مادر منیم خب اگه من تا حال به شما بیدربدری یعنی شما یک ذره پولدار دیده باشون کور باشون بابا سال و 12 شما میگه سرس پولکی. خب بی پولی دیگه وقتی که کار غیبی نباشم خود تو همین تعصب تو چیکار میکنی؟ ما کی شما به فیض برسی؟ پیار من کی شما به فیض رسیدم؟ ان نام خدا جوانم هستی. دخل کو به دست شما نه. دخل به دست منه. چند پول آوردی؟ برات گپ نگردیم بابا. میگم گپ حقیقت بگم برات گپ نگردم. بیا لگه راه رو دیگه.
اشی بیا انه برسیدیم به سراغ ما شما بیا اشی بیا تجی خان یارو خوشا سلام بچه ما ماشتنی خیلی سلامت چند ما جوجان جوره شکر این گوه چیه؟ ما گوه کجا ببرم؟ چرا این گوه چیه کارو دی؟ این گوه ببره گوه ما شما نیه؟ آه گوه آمد کن این گوه ببره اگه ایر ما بیاوردم پیار من ایر برای شما به حساب خونه بولار تو آه بفهمیدی به خونه بولار تو رمزون خونه نوی آوردی گوی؟ ها نیه حقیقت رستکی پیار من گفته اگه من خورزاده خور خیلی مایوم انا نمیگه و بعد الاکبر شما داده خونه نوی رستکی؟ نه های من دروغ میگم کجیر چی بگم الله؟ پیش خو که نکرده بشی آورده بشی نه بابا پیار من گفته هرچی به پیش من خورزاده من ارزش دارم خود یار تو ببر پیشم و گوه ما بگیری مخکو برو کجا برو بکنم؟ بونه همین جگاه ببر مخکو خلقت نمیزنه نه ها؟ نه برو دل جان گو شما شاخ نمیزنه نه بیا برو هشی بیا هشی تله نکن کار کنم ایشته کنم به ایشته مستری های اینا کار میکنم این سکیف روشن نمیشه میکنم دیرو آوردم و پیش مستری آخه چی خواهکم رو سرخ کنم آخه هر سور نمیدونم این روشن نمیشه سخت کار ندارم لالا لگ آمده نمیتن یه عقل کمال داره نداره چی رقمه شته عقل کمال داره یا نداره خب عقل کمال گو مدام ساده نداره گپی هم به شما بگون سر شما شخ بدر کنه شته گیلک وردیشته یه گوی نورده گوی با ما ورده لالا گوی با ما آورده آه شته گوی با ما آورده دیونی تو عرستکی میگم آنی به اون دوگاه خودی گوی استاده هنی میگه بیاردم برای شما چرا با ما آورده به چی دلیل چی گپ بگه با ما گوی میگه با آورده خونه نوی من به شما گوی آورده به خانانوی مه آه گوی آورده گیلک پیاری و پول 4 تا نون نمیده که برم بخون نون بخورم به شکم سیری او به ما گوی میاره گوشنگی به شکم خود سنگ بسته میکنم لالا مدو گوی آورده همون مامایی که ما و تو داریم و مور میشناسم او جوجه مرغی هم به خونه نمی ما نخوا بیاره چی جا برسه به گوی اونی لالا گردن من بیاورده اونی بیاین که بریم شما نشون بده اوله به کجایه؟ پیش گوه بیاین که بریم او بره الا دختر مرم ای چی میگی مای مزیبای من پوزی میر داود هرا جای من چره به مادر من تو نمیگی مای مزیبای من پوزی میر داود هرا جای من مکو به مادر و خوب و گفتم مای مزیبای من پوزی میر داود را جای من مرم به تو نمیدم تو چی میگی مای تو زیبای من مای من زیبای من پوزی میر داود را جای من شته بیده که این گیلک گوی آورده با ما میگه به خونه نوی آورده الا گوک بخور که بله، لالا. گشنه تو مای من زیبای من گیلک بیشتر زنه نمیچه ماما شغال تیار خیرت هستی به چند خیلی بجوجان سلامتی یار هستی چی گفایه قرار دم قدیمت فضل خدا ایشته شد که از ما خبر گرفتی ها بچه دیگه بیا ماما آمدیم به خونه نوی شما آمدیم ما خونه نوی ما آمدی ها. خوب کاری که چرا به تا قبل گوا شیشته ای به تا قبل گوه دیگه به خاطر این گوه من جگاه تا او میخ خو ها تا او خو خود همین قبل دیگه قبل خورا خود تو او خوش انا من پیار من گفتم که من که ارزشم نداره قابل شما را هم نداشتک انا می پیار من انا می حقیقت رستی می گوه گفتک ببرگنه به خونه نوی خوارزادامه خونه نوی مه ها
یعنی مطمئنی که پیار تو میگه اپا گفته یعنی دهنم بند باشه اگه لنگم دروغ بگه. خب باشه یک زنگ با ماما خوب بزنو. آه سه کنم کجایم؟ چی میگی مثلا؟ خبر میگیرم میگم گیلک بیا آماده گوی آورده. ابلغ بگیم بیاره ابلغ. انمین ها. همین. منتها 2 سالی از تو کلونتره. خوبه دیگه. پیش خو که نورده بشی. خاموشه گیلک گوشی پیار تو. لالا. خاموشه. گوشی لالا. پیار تو. نیه گوشی پیار من گاهی وقت گوله. اما گوله یا خاموش یکه. گیلک بچه ماما میگم یک چیز دیگه به تو گم از سر سرام مردم که نکردی گوه. ما امیر میگن لالا یا پیش خو نورده باشه. من میرم سرها مردم گوه میکنم میاره پیار بگردن و بعد این گوه نمیشه گوه کله. این میفهمی چند شاخ نداره کله؟ نه. این وقتی که چیچیلاکی بودن انا این شغال خود منداخته به گلگو انا برفتی که پاچک از این بگیره اردو شاخه و دن شغال آمده بیدک انا با کاکورتک شغال به بند مونده بی شغال هم دوله کرده پس رفت برفتی بودو به طرف منطقه خو. گیلک این پیار تو که من میشناسم ماما منه. یار فکر نکنم گیلک که او یک جوجه مرغ همراهی کنه با خوزاده خو. من نمیفهم که هفته وقت دو طرف ویری شده که پیار تو با ما گوه ویره کرده. خدای معلم دیگه هفته نمیبینی هفته ویتی میایی تو میره رو به قبله میشینه. او یک مطاله دیگه. خب مطاله یا مادر یکینه. جمع کن دیگه. خب شد مردم شر میگه فارغ شدیم. سال من 12 و پیار من میگه برو علف بیا خیر سوار شو برو علف بیا. خیر بینی بچه ماما جو بس تک خودی ما شب نرو چاشتی نونه چای. کی؟ تو نمو. میگن لالا همه گیله بچه ماما موافق در عقل کمال کمپیوت نداره که عادی صبح تیره. ساده خوشباوره. گردن اما بان لالا از اونگا پادی معلوم میشه دیگه برای پیش خورده آن از ما گفتن از شما شنیدم. من میفهمم من میشناسم ماما خود جوجه مرغ خود به کسی نمیده. خبر داری؟ چی؟ یک گل دیگه هم اضاف شده گوامو. اشته؟ اونی گیلک بچه ماما قرار کرده گوی آورده برای ما. میگه خونه نوی آوردم. گیلک؟ او گردن ما بانه میره. پرستکی میگو. راست میگی؟ اوه آخی گیلک اینا گشتگی 30 سنتی کاج را میرفتن. ما چون دیگه حالا که بیا آوردن دیگه گو کله خوبی هم هست گو شیری اپا. نخه بود. هست آوردی پیش گو ما بستیه. آه. بری که بتون نشون دو. بری بیا. خره. بفهمیدی؟ من یک کلمه به اختلاط کردم. بگو بیرون شدو گیلک گو کلا خدا بیمونده گو وقت بود. خیلی خونه نوی آورده. آنه بی گو ماما. خیر بینی.